خب امروز به قسمت چهارم از داستان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها رسیدیم. اونجایی که بالاخره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیامبری برگزیده شد و ام المؤمنین خدیجه ایشون رو حمایت کرد و ایمان آورد در خانه خودش. نگاه کنید این خانه‌ای که ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها درش زندگی میکنه خانه ایمانه. اولین خانه‌ای است که آیات الهی درش نازل میشه. خانه‌ای مبارک با همسری مبارک، با مادری یا به قول معروف همسر دیگه ام المؤمنین خود ام المؤمنین که مبارک هست، با دختران مبارک، با کسانی که در خانه هستند. حضرت علی رضی الله عنه که ایمان میاره در همون سنین خردسالی و زید ابن حارثه که سرخونده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست ایمان میاره. خانه‌ای سراسر ایمان و برکت و خیر و رحمت. خانه‌ای که از هر طرف ما در نظر بگیریم خیر و برکت رو ما در این خونه میبینیم و تعجب میکنیم. برگزیدگان طلایه‌داران اولیه اسلام رو ما کاملا تو این خونه میبینیم که در این خانه‌ای که خانه ام المؤمنین خدیجه هست این ایمان رو درش تلألؤش رو میبینیم و اهمیتی که در این وجود داره و مواردی که خب خیلی ها نقل کردن که خب حالا ما زیاد نمیخوایم به این بپردازیم، اما نکته جالبی که هست این میگه وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به مکه هجرت کرد، عقیل ابن ابی طالب برادر حضرت علی پسر ابو طالب در خونه پیامبر ساکن شد که در بعدها امیر معاویه ابن ابی سفیان این خونه رو خرید و اون رو در زمانی که خب ایشون خلیفه بود مسجدی کرد که مردم در اون خونه نماز بخونن و این نکته اهمیت داری هست که این خونه میشه گفت کانون اولیه طلایه‌داران اسلام و وحی هست. اما ماجرا که به همینجا تموم نمیشه. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در حمایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ کوتاهی نمیکنه. تقریبا اگه شما تصور بکنید طول زندگی که اینها دارن یه چیزی حدود تقریبا 20-25 سال 27 سال زندگی که یک ربع قرن حساب میشه، ایشون یک همسر وفادار هست. در این 13 سال دوران مکی هم ام المؤمنین خدیجه کاملا در کنار پیامبر با تمام وجود هست و در هر جهتی سعی میکنه از پیامبر خدا و دعوت الهی حمایت بکنه. مازاد بر اینها نیا کنید ام المؤمنین خدیجه نسبت به کسانی که پیامبر با اونها دوستی داشتن توجه خاصی داشته. این گونه نیست که ما فکر بکنیم فقط به همسر خودش میرسیده. این هم همسران باید بدونن، چه شوهر چه زن، میدونید، چه خانوم ها چه آقایون. خانوم ها ببینن که همسرانشون مثلا میخوان در مورد کسی نیکی بکنن، اونها هم در توان خودشون به اون نیکی کنن. آقایون هم نسبت به خانوماشون ببینن کسی اهل نیکی نیاز به نیکی داره، اون هم نیکی بکنن تا دل خانوم هاشون رو به دست بیارن. این جای اصلا جای به عنوان استحکام زندگی هست. نکته خیلی جالبی هست که نقل میشه که بعد از اینکه خب ام المؤمنین خدیجه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم ازدواج کرده بود، یک سالی اومد، سال خیلی سختی بود، یعنی میشه یه قحطی اومد. حلیمه سعدیه کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو شیر داده بود اومد به دیدن پیامبر. وقتی که ایشون از اونجا برگشت مال زیادی رو ام المؤمنین خدیجه به اون هدیه داد، یعنی بهش یک شتری داد، 40 تا گوسفند داد که روی این شتر بالاخره آب و مواد غذایی رو اینها رو براش فراهم کرده بود. حتی جای دیگه نقل شده که میگه وقتی که بخوام میگه سویبیه، کمی تلفظ این کلمات برای خود منم سخته، که این اولین کسی که پیامبر شیر داده. این هم یه روز که اومد پیش پیامبر بعد از ازدواجش با خدیجه خیلی اکرامش کرد، خیلی باهاش با وفاداری و بزرگواری برخورد کرد و به خاطر همسرش خودش رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اون خیلی احترام گذاشت و هدایایی داد تا دل پیامبر به دست بیاد. حالا همه اینها که بگذاریم، اینها رو که ما بذاریم کنار، حالا لحظه ای که ایشون ایمان آورده، ایشون تنها یک زن و همسر و مادر و به قول معروف کسی که سرپرستی میکنه از مثلا فرزند دیگه که علی ابن ابی طالب رضی الله عنه یا صحابیه نیست، بلکه یک فردی عابد و اهل عبادت و تمام رگ و پی و وجودش با ایمان شکل میگیره. ایشون
تقریبا میشه گفت یعنی یقینا ایشون اولین کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نماز جماعت میخونه. اون موقع خب احکام نماز نیامده بود که 2 رکعت نماز صبح میخوندن 2 رکعت شب میخوندن و پیامبر وام ایستاد به جماعت میخوند تا اینکه 5 وقت نماز در شب معراج چیکار شد در مسلمانان فرض شد. خیلی جالبه که نقل شده که مثلا ایشون در مثلا با پیامبر و علی و اینها داشتن نماز میخوندن، مثلا دیگران میدیدن تعجب میکردن از این صحنه نماز که چون نماز اینا با شرایط اونها با دیگران فرق میکرد و این کسانی که پنهانی میخوندن اما گاهی به چشم کسانی که میومد تعجب میکردن که این چگونه هست. حتی نقل شده عباس ابن عبدالمطلب که عموی پیامبر هست یه روزی که خب از یمن می اومده و عطر می‌خریدن تجارت می‌کردن، بعد عباس در منا میاد، یک شخصی میاد پیشش میگه که بالاخره بحث وضو گرفتن هست، وضو میگیره و نماز میخونه، میگه شخصی اومد محسوم پیامبری شخص اومد وضو گرفت و نماز خوند و بعد یک زنی اومد وضو گرفت و نماز خوند، بعد یک پسر بچه‌ای اومد وضو گرفت و اون شخص گفت وای به تو عباس این چی دینیه که این مثلا خانواده تو آوردن؟ گفت نه این دین محمد ابن عبدالله پسر برادرم هست، فکر میکنه پیغمبر شده و اینم پسر برادرم علی ابن ابی طالب هست که تابع اون شده، اونم همسرش خدیجه است که تابع این دین شده. و بالاخره نکته خیلی جالبی در این موارد وجود داره که این نشون میده که در همون جریان دینی این همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو رها نکرد و در کنار ایشون بوده. نکته دیگری که میشه در همین دوران دعوت اشاره کرد، سختی و رنجی که ام المؤمنین خدیجه در مسیر این دعوت در دوران مکه تحمل میکنه، چرا که وقتی در سیرت‌ها و کتب سیر نگاه میکنیم در اونجا اومده که ایشون سعی میکرد که به هر طریقی شده دردها و فشارهایی رو که بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست کم بکنه تا اینکه خداوند فرج و شرایطی رو فراهم بکنه. اگر دقت بکنیم در هر شرایطی این کنار پیامبر بود و حتی در زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم 3 سال در اون حصر اقتصادی در اون شیب ابی طالب بودن، ام المؤمنین خدیجه هم که یک زن هست کنار پیامبر در کنار این مشکلات با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همراه هست و هرگز شوهرش رو تنها نمیذاره و سعی میکنه که اون هم همه این بارها رو تحمل بکنه و تا جایی که میتونست ام المؤمنین خدیجه سعی میکرد که به گونه‌ای با پیامبر برخورد بکنه و رفتار بکنه که این بار غمشون، اندوهشون، این فشار سنگینی دعوت، این فشار سختی و رنجی که دیگران بر پیامبر وارد میکنن بتونه اینها رو سبک بکنه تا یک کمی پیامبر راحت تر بتونه در مسیر دعوت حرکت بکنه، تا اینکه بالاخره حصر اقتصادی به پایان رسید و ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها بعد از اون کم کم بیمار شدن و از این دنیا رفتن و مرگ ام المؤمنین خدیجه یک بار سنگینی رو بر دوش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد کرد، چرا که ایشون تنها یک همسر نبود، تنها یک مادر برای فرزندانش نبود، تنها یک صحابیه نبود که بهش ایمان آورده بود، بلکه ایشون در تمام این شرایط یک حامیش بود و این رو حمایت میکرد تا در اون شرایط بتونه این مشکلات رو رها بکنه. علما گفتن پیامبر تنها به خاطر از دست دادن عموی خودش در اون سال یا از دست دادن همسر خودش که از هم جدا شدن به غم و اندوه به خاطر از دست دادن نبود. اون چیزی که اونها در اون سال بر پیامبر خیلی فشار رو وارد کرده بود که پیامبر احساس تنهایی میکرد، میترسید بعد از این شرایطی که الان حامیانی رو از دست داده مجال دعوت سخت‌تر بشه، راه‌ها بسته‌تر بشه و دشمنان بیشتر بتونن بهش آسیب برسونن و این همون چیزی بود که در زندگی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما دیدیم که در این مدت اتفاق افتاد. پیامبر تا زمانی که ام المؤمنین خدیجه زنده بود با همسر دیگری رو اختیار نکرد و ایشون همسر خودش بود و به عبارتی صاحب خونه و همه کاره خونه بود. نکته ای رو که ما میتونیم اینجا بهش اشاره کنیم، ام المؤمنین خدیجه در واقع یک ستونی بود، یک آرامشی بود در خونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به نزد ایشون میرفت این سختی ها رو فراموش میکرد. امام نووی نقل کرده که ام المؤمنین خدیجه با پیامبر زندگی کرد، 24 سال و
چند ماه تا اینکه از دنیا رفت. امام ذهبی در مورد ایشون، در امام ام المؤمنین خدیجه، مطالب خیلی جالبی رو نقل کرده در عقل و درایت ایشون و رفتارهای ایشون. اما یه نکته خیلی جالبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم از ام المؤمنین عایشه که خود ایشون راوی حدیث، میگه اون احساسات زنانگی که زنها دارن، حساسیت دارن، در مورد هیچ کس برای من اونقدر زیاد برانگیخته نشد مگر در مورد ام المؤمنین خدیجه که دیدم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همش از ایشون خوب ذکر خوبی یاد میکنه که حتی پیامبر خدا گفتش که از مردها زیادن کامل شدن، اما از زنها ما مثلا 3 تاست: مریم بنت عمران، آسیه دختر فرعون و خدیجه بنت خویلد. و میگه که بله عایشه هم بر زنان دیگه مثل این غذای برگزیده عرب هست نسبت به سایر غذاهای دیگه. و حتی ام المؤمنین عایشه میگه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که از خدیجه ذکر میکرد میگفت محبت ایشون روزی من شده و همیشه به خوبی از ایشون یاد میکرد. و این بحث خیرالنسائی رو که در مورد مریم بنت عمران آورده بود در مورد خدیجه هم نقل میکرد و اینکه این برای خیرالنساء بحث آسمان و زمین هست. و نکته مهمی که هست این ارتباط و صمیمیتی که هست. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از مرگ خدیجه هم اگر کسی از دوستان ایشون به نزد پیامبر می اومد، پیامبر اکرامش میکرد و همه تعجب میکردن که این چیه؟ میگه بله این کسی بود که مثلا دوستان ام المؤمنین خدیجه بوده، من بیاد ایشون میخوام این گونه عمل بکنم. و پیامبر این رفتارها رو داشت و این موارد رو. و نکته خیلی جالبه که ام المؤمنین عایشه نقل میکنه، حتی در بحث اون گلوبندی هستش که ام المؤمنین خدیجه به دختر خودش میده که وقتی که داستان هستش که به زینب دختر خودش داده بوده هدیه موقع ازدواج و شوهرش ابوالعاص چیکار میشه؟ اسیر میشه. و وقتی اسیر میشه پیامبر خب برای هر اسیری مثلا قیمت تعیین کرده بودن، دختر پیامبر گردنبند مادرش رو میفرسته که وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گردنبند ام المؤمنین خدیجه رو میبینه یک دفعه دوچار یعنی این حالت رقت و ملاطفت میشه. به صحابه میگه یادتون باشه در قصه ما نقل کردیم اگر اجازه میدید من این دامادم رو مثلا شوهر دخترم رو آزاد بکنم و این گردنبند رو هم بهش برگردونم که همه صحابه این رو میپذیرن. و ام المؤمنین عایشه خود ایشون نقل میکنه، میگه که من وقتی که این شرایط رو این گونه دیدم در مورد نگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، دیگه سعی کردم یا خدای نکرده حرفی نزنم که پیامبر خدا ناراحت بشه. و دیگه منم هرگز گفتم یا رسول الله شما هر چیزی که دوست داشته باشید من هم اونو دوست دارم و اون حس زنانگی خودم رو بالاخره به خاطر ایمان و محبت و اطاعت از شما کنترل میکنم. بله اولین کسی است که با پیامبر خدا زندگی کرد، اولین کسی که خدا تنها کسی که از همسران خدا بهش فرزندی داده، اولین کسی که خداوند بشارت به بهشت به ایشون داده، اولین کسی که جبرئیل بر ایشون سلام میکنه و ایشون به جبرئیل، بله ایشون صدیقه ای از مؤمنات هست و اولین همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست که اولین کسی هم که از پیامبر وقتی ایشون رو در قبرش میذاره و خود پیامبر هم در قبرش پای میره که ایشون رو در قبر قرار بده. اینا همه نکاتی بود که ما در مورد ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها گفتیم که موارد دیگه ای هم هستش که دیگه وقت ما مجال نمیده. خداوند یار و نگهدارتون باشه تا روز دیگه و فرصت دیگه.